من دو تا اسم میگم فوتبالیستای مختلف، شما بگین کدومشون بهترن. مایکل اوون با دراگبا. دروگبا بیشتر دوست دارم. دیوید ویله و آقای مهدوی کیا. مهدیو مطمئناً بهتر است. آقای خداداد عزیزی یا آقای کریم باقری. کریمو من خیلی بیشتر دوست دارم، اما خدا دادم لای خودش داره. این لای سوالی انداختی که دعوا را بندازی. باز با این حال من کریمو بیشتر دوست دارم. حالا کلیان امباپه یا هولند. من هالندو به خاطر اینکه تو هوا مسلطه بیشتر دوست دارم. تییری هنری یا کریستیانو رونالدو. معلومه رونالدو. اوکی، دیاگو دروگبا یا آقای مهدوی کیا. درست دادم فکر کنه دروگبا رو باید بگه. آقای کریم باقری یا هولند. هالند. کریستیانو رونالدو یا هولند. رونالدو. بین کریستیانو رونالدو و دروگبا رو کی رو انتخاب میکنین؟ کریستیانو رونالدو. منم کریستیانو رونالدو و آقای علی دایی رو کی رو انتخاب میکنین؟ معلومه رونالدو رو انتخاب میکنه.